پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. هموطنان عزیز، محترم ساکنان شهر دوشنبه، در این لحظه های پرنشاط که به تاجیکستان بیشتاسای ما سال نوی اجدادی امان نوروز جهان افروز با قدم های سبز خود فرا رسیده است، تمام مردم کشورمان، ساکنان سربلند پایتخت مملکت شهر دوشنبه و همه شما حاضرین ارجمند را به افتخار این جشن فرخنده که یکی از رمزهای هویت ملی و استقلال معنوی تاجیکان می باشد صمیمانه تبریک می گویم. نوروز با آب و خاک، مرز و بوم و روح تمدنساز نیاگان ما پیوندی ازلی داشته، رسم و آیین‌های آن رمزهای دارند که از زمانهای باستانی تا امروز روزگار مردمی فرهنگی و آبادگر و انسان دوست و تأملگرای ما را همراهی می کنند. در ایام نوروز طبیعت احیا می گردد، انسان نیروی نو می گیرد، دل و اندیشه ها به هم می آیند، آدمان عملهای سخاوت و نکوکاری و خیر و ثواب را به جا آورده به هم دیگر شادی و سرور می باشند. واقعا نوروز از مبارکترین جشن‌های ملی ما تاجیکان و دیگر مردمان حوزه نوروز است که از زمانهای قدیم تا به امروز با غایه‌های عالی بشردوستانه، دوستی و همکاری، سازندگی و آبادکاری، انسان دوستی و خیرخواهی و شکرگزاری از زیبایی و نعمت‌های طبیعت مردم را گردی هم می‌آورد. یعنی نوروز همچون جشن زادروز خورشید خاوران که همیشه برای همگان و در همه جا نور و گرمی میبخشد، ثروتی جمله فرزندان آدم است. خصوصا در شرایط طارف مرکب و بحرانی جهانی معاصر، جشن نوروز میتواند همچون آیین صلح و آرامی و همکاری و دوستی برای مردمان عالم خدمت نماید. زیرا دنیای امروزه بیش از هر وقت دیگر با ثبات و آرامی، روزگار بخشونت و زندگی آسوده نیاز دارد. حاضرین گرامی، پایتخت کشور صاحب استقلال ما شهر دوشنبه امروز لباس ادانه به بر کرده، ساکنان آن برای در سطح بلند برگزار گردیدن این آیین اجدادیمان آمادگی گرفتند. به افتخار این جشن باستانی تا امروز در شهر دوشنبه کارهای زیادی آبادانی به انجام رسانیده شدند. واقعا یکی از رمزهای نوروزی تازه و آزاده کردن خانه و منزل زیست، کوچه و خیابان و شناندن نهال و کاشتن دانه امید می باشد. وابسته به این تاکید می سازم که هنوز برای آبادی بیشتر و بهتری شهر و سزاوار پایتخت دولتی صاحب استقلال گردانیدن آن زحمت زیاد کشیدن ضرور است. برای این پیش از همه هر یک ساکن شهر باید کوشش نماید که برای آبادی آن سهمی خود را گذارد، محل زیست و کار تحصیل خود را همیشه تازه و آزاده نگاه دارد. این قرض وطن دوستانه و شهروندی همه ساکنان پایتخت و وظیفه انسانی هر یک فردی با ننگ و ناموسی جامعه می باشد. برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن پایتختمان امکانیت‌های زیاد موجودند.
ما باید از این امکانیت ها ثمرناک و سرفکارانه استفاده بریم و شهرمان را به ایدگاه و نوروزگاهی واقعی تبدیل دیم. علاوه بر این ضرور است که هر یک عائله به مسئله تربیت درستی فرزندان، صرفه و سرشتکاری، رعایت نظام و ترتیبات و ولایت قانون اعتبار جدی داده شود. خاطر نشان می نمایم که ساکنان پایتخت باید دارای سطح بلندی معرفتناکی، آداب و اخلاقی حمیده، اینچنین نمونه انتظام و ترتیبات جمعیتی یعنی رعایت قانونیت باشد. اطمینان دارم که ساکنان سربلند ساحه معرفت شهر دوشنبه با شکرانه صلح و آرامی، ثبات کامل سیاسی و وحدت ملی برای آباد و زیبا و به پایتخت در حقیقت پیشرفته دولت صاحب استقلال تاجیکان مبادل گردانیدن آن سعی و تلاش باز هم بیشتر کرده. اثبات می نمایند که مردم ما از قدیم شهرساز و شهردار و شهرنشین می باشد. بار دیگر کل ساکنان پایتخت وطن محبوبمان و همه شما حاضرین ارجمند را به افتخار جشن نوروز بین المللی تبریک نموده و هر یک شما سلامتی، خانه آباد، فیض و برکت نوروزی و برای کار می خواهم. نوروزتان مبارک باشد دوستان عزیز.